بگی بچه چوکادی تو بگی موزونه لابای پدرجان. من این کس را نشناختم. نام شما چی؟ نامی من نام این کس پدرجان جهانگیر، دوستی جانی و هم خدمتی شوهرم می باشد پدرجان. حالا باشد در خانه ما مهمانند. داماد؟ شما از کجا؟ چخگی جوگی؟ خانه شما در کجاست؟ خونه ما در بولیزمی. گرگاله همیشه خیاد نمودیده. راستی گپ ما زاده شهری وحدتیم. وحدت؟ موزونه؟ لابای پدرجان. تو با شوهرت در کجا شناسیدی؟ با شوهرم در ورزشگاه. بله درست میگوید، در ورزشگاه. این کس هر سحری بر وقت میدویدند. تو در آنجا چی کار میکردی؟ من هم میدویدم. حالا باشد نه؟ خیر بعد چی؟ بعد همین خیل از همان روزی که مرا در آنجا دید با من عاشق شد. در مکتوبهایش می نوشت که مرا سخت دوست می دارد. به تو نمی توانم. همین خیل مکتوب می نوشت همسری من نشوی، من خودم رو می کشم. به تو زندگی کرده نمی توانم. خلاصه گپ همین که خودش رو به من تصور کرده نمی توانست. ما همی زنک ده حیرانم. ترا چیزو رو ما ده دروغ میگوی؟ او چه خیل دروغ؟ او گپ راست شا بگو آخی. راستش چه خیل؟ گپ راستش نیخی بود. ما استادیون ده میدویدم هر سری یهی میبینم که کم مرا اینم بوده سای. یکی میبینم که نمی دختری شما. بعد دویدم نم تا اومم راستی شلنگ ده او فرایمون ریختی سای. با شلنگا گرفتم نم تا لباس ما با دار کردیم ریختیستم با تانم هم تا دیگه هم شارا دختری شما ما نمی را زنده دیگه بعد ایما دا پول نیهویش داد کوی باور میکنی؟ چی داد؟ هویش داد 3,000 پس داد دیگه بعد ای فرصت استفاده برده دویدم اومدم پیشش گفتم دختر تیزو نمیکشی نامتاری نگاه میکنی؟ ای خدا بترس بته نمیرو تا بگه گدوک روی میکنم سنگم پسا گپ دارم با بگه گدوک رویش کامه بزنگم زد دیگه چخ کیم خواهی گفتگ موترا خونه دمود میکنیم و تمپل دورا خونمو سوزای موشینی اوپل اس کلاس دوریم ای با خدمونا تنجم نامتاریم خواهی با کی نمیگه نه توی مونشیده خواهی نوز کیم چخله کی میگه اوش به پیوز نمیشه بچه به نوز چیزی بد نبد یوشی بد اینا تویمون هم گذشت ای وقت همو دوره را بیاد میارم همی ایتنی زن میزان بکشمه خیلی چی میگوی دیگه جوانی ای توبه بگی بچه بگی چینیم چی بگی؟ خورده سم کو